بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب المبادئ المفیدة فی التوحید والفقه والعقیده، یعنی سرآغاز مفید آیید توحید و فقه و عقیده از آن شیخ علامه محدث ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله حق سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. درس ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ تحت رقم 19 می‌فرماید: فاذا قیل لك ما عقیدتک، پس اگر تو را پرسند عقیده تو چیست، یعنی چی عقیده داری، فقل انا سنی سلفی، بس در جواب چنین فرما که من سنیم و سلفی هستم. سنی یعنی کسی هستم که یعنی منسوب به سنت و سنت عمل میکنم، و سلفی هستم یعنی در اخلاق و در آداب و در رفتار و در عقیده و در منهج، یعنی مانند گذشتگان پیشینه از پیغمبر و صحابگانش از مهاجرین و انصار، به همونها خود را یعنی که نسبت میدادگی کسبها هستم. والدليل حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. حدیث دلیل خب دلیل چیست اگر پرسند؟ میگه که و دلیل حدیث عرباض ابن ساریه رضی الله عنه است که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. پس یعنی شما را به پیروی سنت من و سنت خلیفه های راشدین که هدایت یافتگانند ترغیب میکنم. این را به دندان بگزید و نگاه دارید و شما را از کارهای نوآوری هشدار میدهم. پس هر بدعت گمراهی است. این حدیث را ابو داود و دیگران روایت کردند. حدیثی حسن است. نكتفي. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: فإذا قيل لك ما عقيدتك فقل أنا سني سلفي. والدليل حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. نكتفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.